خیر شد. این راسته، اینش اوف. ای خدا، از برای خدا گویا مثل اینش آسان گویا باشد. اینش راسته، اینش چپه. خدا نمیفهمم کدومش راسته کدومش چپه. خانم موسیه لبه گپ زن. تو با این صرفه هم میروی؟ من خیلی خوب افته میتوانم. کنی بیوشین. بیا 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 بیا. کنی با من نشان ده. کنی گپ زن. کدوم طرفش راسته کدوم طرفش چپه؟ انا این طرفش طرفی راست است خانم. انا این طرفش باشد طرفی چپ. انا اینش چی؟ شما کمی خطا گفتید. تو یگون چیز میخواستی؟ من کمی پیش پرداخت میخواهم. آخر کار رو اکنون سر کردی؟ چه خیلی پیش پرداخت؟ میدونم اما با من خیلی ضرورت خانم. نیمی معاش میرسد؟ البته چقدر دهید؟ مالش پگاه بیا میدیم. تشکر. اگر خواهید من این رو از سری نبافته درست کرده به شما میارم. من باید عصبهایم رو آروم کنم. خیلی عصبی شدم. لبه فریده چی شد؟ پولی افته توانستی؟ شرف از خانم آسیه گرفتم. شکر که رد نکرد. پول داد اما خیلی کم است. میرسیده باشد شرف. مهم نیست. پگاه با سهیل بیا. صبح بر وقت میلش. نمیدونم او اجازت نمیدهد. فریده تو البته باید بیایی. شرف از برای خدا گپ زن. با تو چی واقعی روی داده ایستاده است؟ میگویم. پگاه همش رو میگویم. گوش کن. انتظار میشوم. حتما بیا. شرف لبه من امینه رو یافتم. چی؟ از کجا یافتی؟ همین که با خوردیم نقل میکنم او در وقتی من از خبودیر نشم. فریده لبزم دخترم رو با جای من بپوس. مایلش خدا جان قوت ده. تو کی آمدی؟
مگر من تو رو به فرودگاه نبرده بودم؟ برده بودی، ولی من آمدم. کاری خوب کردی برادر، به خدا ما رو خرسند کردی. چیزهایی به سرم آمده رو شنیدگیستی؟ بله، خدا شفا دهد. نه برادر، این طور نمی شود. تا قصدم رو نگیرم نمیمانم. با تا امروز در ماشین فهمانده بودم کو مرا لیلا پروند، سلاح را گرفت و مرا پروند، بعد گریخته رفت. یعنی حسابت رو برابر نکردی؟ نه، نتوانستم. اما به قریبی از اینجا میبرایم. آن وقت هر دوشان رو مییابم، هر دوشان رو یافته حسابم را برابر میکنم. آخر حریف در کفی دستم بود، در کفی دستم. قریب بود او را میداشتم، اما به نزدم نبرآمد بیناموس. چی شد؟ چرا خستی؟ این چیست؟ امانت خودت را بگیر اتیلا. این سلاح من است. در دستی تو چی میکوبد؟ وقتی که تو را یافتم در برت بود. مرا تو یافتی؟ چطور خبردار شدی؟ تنها تو خبر نداشتی. میدونی اتیلا، من و لیلا با هم خانه‌دار شدیم. یعنی دیده و دانسته به چشمانت نگاه کرده به تو دروغ گفتیم. آن آدم تو بودی؟ من آدم نیستم. برای همین تیری را که برای من گذاشته بودی آوردم. مرا برام.
بخیر از برادر صدمه شد. بله برادر، مرا تو پایانتر نمیبرید. مالش بیا. چی شد برادر؟ نقل نکردی؟ با سرت چی بلا اومد؟ یا ماشینت ویران شد؟ بله در راه ماندم. تلفنم را هم در ماشین فراموش کردم. تلفنت را ده به همسرم زنگ زنم. مرامت گیر. اما پولش کم مونده است. لبای زنگ زد. اکاد باشد. انیق شرف است. کمی دیرتر خودش هم می آید. شرف؟ این رقم کیست؟ تو حالا در کجایی؟ حاضر میرسم. از رو یک نفر مرا گرفت. تا اونجا میبرد. تلفن از اونی اوست. پول آوردی؟ بله آوردم. با کسی خبر نده. با امیرم. چرا باید خبر دهم؟ مایلش بعد صحبت میکنیم. تشکر. از روی رقم شناسنامه او را معین کنید. رنگ و تمغه ماشین رو هم معین کرده به ما خبر دهید. فکرم یفتم. لبای گپ زن. 34 ها دوامش 50. چخیل ماشین رنگش فهمیدم. به همه ماشین های امنیت خبر دهید که گذرگاهش رو معین کنند. ماشین با رقم 3450 به طرف شما رفته ایستاده است. فهمیدم مایلش. یافت شد. بعد از 20 دقیقه در همینجا میشوند. چی شد؟ باید بنزین گیرم. یک چند دقیقه وقت داریم. اگر خواهید تو هم کمی به هوای تازه برو. لازم نیست تشکر. آخر سرویس من استیم کو. اگر حجت داشته باشی را. 10 لیتر خوب شد است. زود باش. کجا شدی شرف؟
چی فکر داری بعد از 5 دقیقه میرسیده باشن؟ اگر یگان واقعا روی ندهد میرسند. ترمز کار نمیکند. برادر به طرف رازگیر. آخر ترمز کار نمیکند. با تو چی شده؟ چی کار میکنند؟ چرا صورتشون رو پس نمیکنند؟ چرا این کار میکنند امیر؟ من نمیدانم. زودتر شینید. شما در اینجا چی کار میکنید؟ ینگه حالا وقتی پرسیدن نیست. زود شینید. امیر چی گپ است؟ از برای خدا گپ زن آخر. اپای فریده اکای شرف در کفتکوب است. سرش رو به بلو گرفتار کرده است. چی؟ آخر به صدمه دوچار می شوند. امیر یگم کار کن آخر او رو نگه دار. خدایا امیر یگم کار کن آخر. چرا؟ اپای فریده بیایید مرا دورید. بیایید اپای فریده. خودتون رو به دست بگیرید. با گناهی من همش با گناهی من مرا ببخش شرف. خوش میکنم شرف. امیر گپ زن آخر. چی واقعا روی داده ایستاده است؟
شرافت کی میگریخت؟ از دادرم نخواد من بدی برا خواهم. من یکان کاری خطا نکنم گفته از پسش رفتم. این خیل شدنش رو من از کجا میدانستم؟ اپای فریده بیایید من همش رو به شما نقل میکنم. بیایید آهسته. اپای فریده اون آدم تو رو در نیمه راه پرتافت. نمیخواهم گفت، من با ماشینش ننشستم. تو رفته یک هوای تازه گیر گفت، من با بیرون برآمدم. آنها همین خیلی عاقبتش بخیر باشد، زیغ نشو. کی میدونه چه خیلی انسان بوده است؟ در اونجا چیکار باشه؟ یا صدمه است یا تفتیش. چی بودنش را حاضر میفهمیم. در اینجا چی گپ است؟ صدمه شده است. راه را محکم نکنید. روید از اینجا. همینجا باید میفرامدی؟ رفتن گیرید کمی پایین‌تر میفرایم. چی شد؟ چرا اینقدر با دقت نگاه میکنی؟ مهم نیست. چیکار میکنی؟ اتیلا چیکار میکنی؟ اتیلا التجا میکنم. آرام شو. دیوانه شدی مگر؟ بیرون برایید. مادر مراد را گرفته به بیرون برایید. تو در اینجا چیکار میکنی یشاره؟ مادر بیرون برایید. یخلی نکن بیزارم، از برای خدا نپرون. برای یک نامرد دستت رو به خون آلوده نکن. چیکار میکنی؟ نپرون. مادر با شما گفتم به بیرون برایید. اتیلا کودک میترسد، از برای خدا بس کن. التجا میکنم. مادر گفتم را کنید. برایید گفتم برایید. مرا به غضب نآرید. شد تمامت اینا. خدایا های رفتیم. بران به این کار خاتمه ده. این کار را تو به آخر میرسانی. تو تنها دو راه داری یشر، دو راه. یا خودت را میپرانی یا اینکه رفته لیلا را میکشی. راضی نشوم چی؟ میکنی. اگر نکنی تو و عائلت را از بیخ و بومش نیست میکنم. مرا فهمیدی؟ خانت را آتش میزنم رزیل. آدمی از خانت برآمده را در بیرون میپرانم. مرا فهمیدی؟ اکنون خلاصه را به من گفزن ابله نابکار.
ینگه ببینید از ماشین تنها یک جسد برآمد. شاید در این ماشین نبود، یا شاید از این ماشین فراموده با دیگرش نشسته است. انشالله ینگه، انشالله. اپای فریده، تا معاین گشتن شخصیت جسد ما همین جاییم. اگر خواهید همکارانم شما رو به خونه‌تان برند. نه نمیروم، من به هیچ کجا نمیروم. ینگه در اینجا ایستادنتان بیفایده است. بهترش به نزد کودکانتان روید. با مادرت میگویی؟ چطور میگوید؟ التماس اگر مادرم زنگ زند به او هیچ چیز نگویید. هرگز به او نگویید. میلش حالا نفهمد بهتر است. شاید تا اون وقت خبری خوشی به ما رسد. انشالله. بیایید رفتیم. گیر تو هم نویس. اگر نویسته نتوانی چی طور به مکتب میروی؟ به این هم گپ زده نمیتوانی. بین من سیاه شدم، اکنون به مکتب میروم. تو باشی همراه اون زنی جنگره در خونه میستی. کمی پایین‌تر میفرایم گفتی به استانبول رسیدیم. تو در کجا فرآمدن رو میدونی برادر؟ از فکرم گشتم به استانبول میروم. خدا، استانبول جای خوب نبوده است. یگان جاش رو نمیدونم. اینجا جای من نیست. جای تو نباشد. کاش از اینجا زودتر دفع شده میرفتی. جانی ما هم خلاص با شما چی شده است؟ خیریدین چه خیل است؟ او رو خوب نگاه کرد. خیریدی به این نگرید. مادری نو برآمد. تو اقلان یک بار زنگ زده کودکت را پرسیدی ها؟ اکنون درم منت نکنید. من مجبور شدم کی رفتم. پسر کودک خواب است. یک بار پدر چه خیل است زنده است یا مرده است گفته نمیپرسید. تو از زوال شرف خبر داری ها؟ پسرم قریب میمرده. شرف آمده بود. شرف نآمده است. داد نزن. چی شد؟ دیگر به این خانه آمدنش مشکل است. پلیس و پسرم رو جستجو میکنه. چه پلیس؟ یاره دار شده. از پلیس ها میگریزه. جنایت صادر کرده است. شرف چه خیل جنایت کرده است؟ جنایتش هم این که تو رو به خانه آورده است. همه بلا رو به سرمون تو آوردی. خیریدین جانکم. این مادرم است. همین طور نه؟ اینش پدرم. این من. اینش باشد تو. این کیست؟ بیبیم؟ نباشد کیست؟ نامش رو نویس. فریده در کجاست؟ نیست. من نمیدونم او چه خیل کار میکند. 2 کاسه شوربه پخته به بیرون برآمد. کودکان در کجایند؟ در بالواند. خیر شد رفت. از پی کارش زبانش دراز شده است. خانم آسیه چرا رسم اون زن رو همراه خودمون کشیدی؟ تو خانم آسیه رو دوست میداری؟ آخر او خیلی بدکار است. همیشه به مادرم داد میزند. یگان چیز نوشتن میخوایی؟ خانم آسیه. فریده دیروز ترسیدی که دخترت رو تنها گذاری. امروز باشد از سحر برآمده بیگاه میداری. حق هستید، اما یک حادثه بد روی داد. مادر جان میدونید کمی پیشتر امین رسمی تو
رفته خوراک شام آماده کن. رفت. من بعد با تو صحبت میکنم. کنی بینم تو چی می نویسی؟ خاله یوسیه مرا نجات دادند. در اینجا بودنت رو اصلا به کسی نگوی، وگرنه مادرت از اینجا میبرد تو رو و ما همدیگر رو اصلا نمیبینیم. مادرت از من میرنجد، فکر میکند که من به تو بدی کردم، مگر تو این رو میخواهی؟ جونکم، مادر جان، مادر جان، مادر جان. لبای پسرم مرا به گپ نگیر. من کارم رو کنم، خلال نرسون. امروز یک کاری عجایب شد. چی شد؟ امینه رسم کشید، فکرش رو هم نوشت. چی؟ رسم کشید؟ خیلی خبر خوش. زود رفته به خانم موسیه خبر ده که به تو دلش سوزد. به این هم به خاطر دختره در اینجا مونده ای. تو چی درد داری؟ از من از کودکانم چی میخواهی؟ دوست نمیدارم، فهمیدی؟ نه تو نه کودکانت رو دوست نمیدارم. همه تو نادیده اید. مادر جان نیستید؟ با جنگ نکنید، باز خانم ما رو پیش نکند. چی شد؟ یکون خبری نو هست؟ نه رفت کمیسر، خبری نو نیست. ماشین رو از اینجا میبرم. همه جای ها رو خوب کاپ کردیم. لبای چرا زنگ نمیزنی؟ خودت میدانی که از تو خبر انتظارم. کار رنگی دیگر گرفت. ماشینی که شرف در آن بود به مکانش نرسیده دچار صدمه شده. شرف مرده است؟ حالا معلوم نیست. جسد یافت نشده است. شاید در راه در ماشینی دیگر نشسته باشد. نخواد. فرصت رو از دست دادیم. تلفن رو خاموش کردنم لازم. یگان تغییرات شد به شما خبر میدهم. به من گوش کن کمیسر. این گونه گپ زدنت به من پسند نآمد. با تو شرط نامه بسته بودیم. من وظیفه خودم را کردم، حالا باشد نوبتی توست. لیکن اگر من پشیمان شدم گفتنی باشه خودت میدانی. پولی بیمارخانه را نمیدهم. اپت را از بیمارخانه بیرون میکنم. چند روز زندگی کردنش را خدا میداند. نه التماس، هرگز این کارو نکنید. شما مرا نادرست فهمیدید. انا این گپی دیگر. چه خیلی اخلت به سرت آمد؟ اکنون به من نقص گوش کن. برای گریختن شرف امیر را گناهکار نشان میدهیم. برای این فرصت مناسب یاب. لازم شود تهمت کن. این طرفش در دست توست کمیسر گلرو. از تو خبر انتظار میشم. گلرو، با کی گپ میزدی؟ از مرکز زنگ زدن. چیکار کردید میگویند؟ دیرکتور باز به غضب اومده است. امیر میفهمید بار دویم از دست گریختن اکد. این گلرو، تو چی گفتنت را میدانی؟ تو در آنجا همراه هم نبودی مگر؟ چی شدنش را خودت ندیدی مگر؟ من دیدم، اما با دیگران چه خیلی میفهمونی؟ من میکوشم. آقای یشر، چرا پیشکی خبر نداده اومدید؟
لیلا در کجاست؟ همسرتان رو نآوردید؟ تو را میکشم ابله، مرا فهمیدی؟ هم میکشم. اگر یک بار دیگر لیلا گویی از دهانت میپرانم. من شوخی کردم. در کجا بوده؟ کی خواهی بر اومدن میروی، اومدنت معلوم نیست. کجا بودی؟ التماس هیچ چیز نپرسید. کسی از من هیچ چیز نپرسد. مرا به حالم گذارید. مرحمت. نوشی جان. تشکر زیاد خانم جانان. آقای غلیب، ممکن است با شما در یک خصوص صحبت کنم؟ مرحمت. یک چند روز نهایت گفته بودید، لیکن از حادثه به سر اطلاع آمده خبر دارید. برای همین خانه یافتن نتوانستم. ممکن است یک هفته دیگر همین جا استم؟ به خدا هر چیزی که خواهید کردن گیرید خانم جانان. با اجازه شما به یک از زنگ زدنم لازم. البته. تشکر زیاد. الو خانم آسیه، شام بخیر. ناراحت نکردم؟ خانم آسیه به من وعده داده بودید، به خاطرتان آمد؟ باید یک بیگاه هر دویمان تنها خوراک شام می‌خوردیم. گفتنی هم که اگر وقت داشته باشید این بیگاه همراه خوراک می‌خوردیم. میشود؟ میلش ساعتی چند؟ 9 میشود. تا بازدید. امشب این کار باید خاتمه یابد. دلم به حضور شد. آها، از حاضر این طور کند مردیم کو. به خدا آفرین به تو، در آخر کارت را کردی، رشت را مستحکم کردی. امیر دیگر اصل و از تو رهایی ندارد. اگر این کار به کودک وابسته می بود تو اکای شرف را از جانش سیر نمی کردی. بیچاره از دستی تو برآمده رفت. تو باشی اینجا تنها موندی. به قریبی می بینیم که کدومی از ما تنها می ماند جانکم. چی شد؟ نوارها را دیده توانستی؟ بچه ها دیده ایستادم. باوری دارید؟ بله سردارم. بعد از صدمه شرف در کامera ثبت شده است میگن، راست است؟ بله سردارم. در یکی از خطای کامera اکای شرف را دیدم.
کو یک بار خودم ثبت را ببینم؟ البته سردارم. گلدرو بیا رفتیم. چی میستی؟ آمدم. مرحبت. تشکر زیاد. اشتیایتون. بعد از خوراک حتما شیرینی های اینجا را چشیدن لازم. مایلش. ماهی بیریان خیلی بامزه می نماید. بله همینطور است. با اجازه شما. یگان خبری خوش رسید. البته، لیکن به خبری که شما به من میدهید برابر نیست. آقای غالب، من یگان چیز رو فراموش کردم. از من چه خیل خبر انتظارید؟ البته، اما هر وقتی که خواهید میخواهم خوب فکر کنید. اگر لازم شود تا آخری عمر انتظار می شود. آقای غالب. چرا خانم آسیه؟ چرا؟ گفتنی هم که دیروز در وقتی به پلیس ها دروغ گفتنمان همین فکر به سرتان نآمد؟ یعنی باقی مانده عمرمان را خوش و خرسند گذرانیم. شما به این چی میگویید خانم آسیه؟ آقای غالب، میدونید چی؟ نمیدونم به شما چی گویم. نگویید کافی است. گوش کنید آقای غالب، من شما رو به درد و غم خویش همراه کردن نمیخواهم. زیرا من در عمرم آنقدر عذاب کشیدم، آنقدر رنج کشیدم که برای حیاتی نوی رو آغاز نمودن جسارت ندارم. هیچ گپ نی. همسفر حیاتتون میشوم. درد و غم یکدیگر رو به هم میبینیم. چی گفتید؟ آقای غالب، من تا حال شوهرم رو دوست می‌دارم. حتی برای او با پدرم زید بر اومدم. صد افسوس که تقدیر ما رو از هم جدا ساخت. آن وقت من حامله دار بودم. فکر کردم که اقلا فرزندم تسلی بخش قلبم می شود. اما متاسفانه دخترم رو به آغوش نگرفته، بوی نکشیده او رو هم از دست دادم. بعد از اون در خیالم تنها خاطراتش باقی ماند و بس. خدا را شکر. از گریختنش خرسند شدی؟ گلرو به تو چی شده است؟ چی؟ باید به مرگ شرف خرسند می شده؟ گفتنیم که از آدمان گرد و اطراف احتیاط شو. هم از تو شبهه دارن. حسیاتت رو اینقدر معلوم ننمو؟ گلرو، اگر در کجا بودن شرف را دانم، پیش از همه خودم رفته او را دستگیر میکنم و من باوری دارم که این کار را کرده میتوانم. تو هم من باور کن. شرف تو زنده ای؟ در جای واخریم تو رو دیدم. امیر هم در آنجا هم راحت بود. تو همونجا بودی؟ بله همونجا بودم، همش رو دیدم. امیر رو من جیغ نزدم. من حتی گریختنت رو نمیدونستم. تلفنم رو گوش کردند، سخنانمون رو شنیده من رو تعقیب نمودند. خدا جزایشان را دهد. شرف چی گپ است؟ همه تو رو مرده فکر میکند.
مرده فکر میکنم؟ چی خیره؟ ماشینی در راه نشسته ای تو رو تعقیب نمودند. آن ماشین از جری افتید و آنها تو رو مرده فکر میکنند. بگذار همین طور فکر کردن گیرن. زنده بودنی مرا به کسی نگوی، فهمیدی؟ تو دیوان نشدی؟ تو که این رو پنهان میکنی؟ ها؟ گوش کن، رفته تسلیم شو با خواهش خودت. امیر به تو کمک میکند. چی طور کمک کردنش رو دیدم. احوالم رو میبینی؟ این کار امیر است. او مرا پراند. امیر زنگ میزند. تلفنات رو نبردار. من باید بردارم. فریده، گوش میکنم امیر. ینگه، شرف زنده است. در نقطه فروش سوزشواری به دیگر ماشین نشسته است. او زنده است؟ خدا را شکر. ینگه، شما خوب هستید؟ اگر وقت نداشته باشه دیرتر به شما زنگ میزنم. بله، وقت ندارم. پگاه گپ میزنیم. فهمم. خیر، تو بازدید. تشکر. امینه در کجاست؟ در آشیانه بالا خواب است. ممکن است دخترم رو ببینم؟ شرف، اینجا خانه من نیست. اگر یگان کس بیند چی میگویم؟ از برای خدا یگان کس ندیده از اینجا رفت. تا دخترم رو نبینم به هیچ کجا نمیروم. 5 دقیقه. تو تماما وجدان نداری؟ یک به احوالم نگر. اجازه ده او رو ببینم. لیکن بعد از اینجا میروی. میلش. انا اینجا بیا. شرف، التماس کودک رو بیدار نکن. تو رو در این حال دیده میترسد. پیش از رفتنت زخمت رو تازه میکنم. من حاضر رفته یکون چیز میارم. تو باشی از این حجره نبرو میلش. خوب کن دخترم.
در دم پیری خانه‌دار شدن عاقبتش بخیر باشد. خوش آمدید خانم موسیه. این چیست؟ خواطر نشوید، هیچ کد نه. با امینه چیزی شد؟ نه یاسین یک قدح رو شکسته دستش رو برید. خدا شفایش رو دهد. و نزد یاسین رفت. امینه در بولو است؟ بله. فهمو. من هم روم؟ نه تو با پایان به نزد یاسین رو. من میروم. شرف آوازش رو شنیده در اینجا پنهان شدم. بیا رفتیم در اینجا، در پایان جراحتت رو میبندم. یاشار پسرم خواب رفته.
پسرم گرسنه نموندی؟ آخر هیچ چیز نخوردی؟ یاشار یاشار پسرم آوازت را برار. مادر از اینجا روید، از پشت در روید. درو محکم کردی. یاشار پسرم درو کشو. چرا درو محکم کردی؟ درو کشو. با تو چی شد؟ پسرم با تو چی شد؟ خدا چی گپ است؟ هیچ روز ندادید. پسرم درو کشو صحبت کنیم. کشو. یاشار وقتی آمده در دست سلاح داشت خودش را یگان بلا میکند. سلاح داشت؟ ها گفتنی بودم لیکن فراموش کردم. از جانم سیر شدم. بس از مادر جان، دیگه طاقت ندارم. بس از پسرم نکن. پارتو سلاحت را پارتو. التجا میکنم. من با این شرمندگی چطور زندگی کنم؟ من پسرم یاشار خداوند جان را میدهد باز خودش میگیرد. این کارو نکن پسرم. سلاحت را پارتو. من نزدیک نشوید. مایلش یاشار گوش کن پسرم. آدمانی بیمار و مریض زندگی میکنند. شد یاشار سلاحت را پارتو. نکن یاشار. یاشار پسرکم نکن این کار رو. باز تمام پسرکم تمام. همش گذشت. آرام باش پسرکم. همش گذشت. من همین جایم یاشار. آرام باش پسرکم. خودت رو به دست گیر. همش گذشت پسرم. یاشار جانی مادر. چی واقعه شد؟ چیزی نیست. فیلم به نوار میگیرن. چرا آقا یاشار داد میزد؟ همسرش مرده است. مادرش تسلی میدهد. به آنها آسکار دادن لازم. لبا ینگه چه شد؟ چه واقعه؟ امیر با تو یک چیز میگویم. شرف امشب به نزد من آمده بود. حالا در اینجاست. شرف همراه ینگ هم بوده است. از زنگ زدن شما خبر ندارد؟ نه خوب است. من پنهانی زنگ میزنم. شد ینگه شما به او هیچ چیز نگویید. گوشش را به گپ گیرید. ما در حال می آییم. سراغ را با من گویید. امیر نوی با اینجا نوی. مرا از کار پیش میکنند. پس شرف را چطور دستگیر میکنیم ینگه؟ من در کوچه قندلی
کوچه قندلی نزدیک کوچه ساحل پایانی مسجد به آنجا بیایید. شرف برای از کوچه برآمدن مجبور از آن راه می‌گذرد. زود بیایید. او را در آنجا دستگیر کرده می‌توانید. امیر، من دیگر گپ زدن نمی‌توانم. Geçer, kırıp döker benim bütün dallarımı. Zaman akıp gider, acımadan soldurur allarımı. Bir küçük goncayım ahımı kime desem, bülbül bile çoktan kesti feryadını, figanını. Bir küçük goncayım ahımı kime desem, bülbül bile çoktan kesti feryadını, figanını. Deli rüzgar yine vur, sana dur demem. Bıraktığın her istenimde farklı bir desen. Hadi vur deli rüzgar yine vur, sana dur demem. Bıraktığın her istenimde farklı bir desen.